سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نیروهای کرد در سوریه 146 زن و کودک تاجیک را به سفیر تاجیکستان زبیدالله زبیدزاده سپردند. مرگ فاجعه‌ای یک مرد و 4 کودک در کولاب برای خرگوش‌ها لانه می‌سوختند. برکناری رئیس ورزاب، معاون وزیر نقلیات، رکتور دانشگاه خوروغ و چند منصبدار دیگر. 2 منصبدار در نوعه دوستی به زمین فروشی افدار می شوند. و تاجیکستان باز 204,750 واکسین ضد کرونا ویروس آوردند. در تاجیکستان دانشکده صنعت و خدمت رسانی تأسیس یافت. کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده در دوشنبه یک مرد را از غرقشوی نجات داد. و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات نیم مختار کردهای سوریه روز دوشنبه 25 ایول سال 2022 در مجموع 146 زن و کودک جنگجویان تاجیک سازمان داعش را به تاجیکستان سپردند. فنر کیت نماینده کردهای سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما 42 زن و 104 کودک را که در اردوگاه‌های الحفظ و روش قرار داشتند به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده سپردیم. اینها زنانی بودند که یگان جنایت صادر نکردند و در عملهای تروریسم در شمال و شرق سوریه دست نداشتند. زبیدالله زبیدزاده در نشست خبری بخشیده به سپردن این زنان و کودکان گفت حکومت تاجیکستان چند وقت باز برای پیدا کردن راهها به وطن برگردانیدن این شهروندانش تلاش داشت. بنا به اطلاع فرانس پرس نیروهای کرد 146 زن و کودک تاجیک را به اتوبوس‌ها بار کرده به فرودگاه قمیشلی آوردند. به مشاهده خبرنگاران زنها لباس‌های سیاه در تن داشته، برخی کودکان نیز در سر حجاب و نقاب داشتند. بعد شکست به نام خلافت داعش در سوریه و عراق در سال 2019 جامعه جهان به مشکلی به وطنهایشان برگردانیدن اعضای عائله‌های جنگجویان این سازمان روبرو شد. برخی کشورها برای برگردانیدن شهروندانشان که در سوریه و عراق به صف گروه‌های افراطی و تروریستی همراه شدند زیاد میل نداشتند. به حساب دیدبان حقوق بشر در اردوگاه‌ها و محبس‌های واقع در شمال و شرق سوریه بیش از 41,000 خارجی اکثرا کودکان تا سن 12 چندین سال باز با گمان عمدستی در فعالیت‌های داعش نگاه داشته می‌شوند. مقامات رسمی تاجیک تا کنون خبر رهایی 146 زن و کودک تاجیک از اسارت در سوریه را رسما شرح ندادند. طوری قبلا خبر دادیم سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده روز 21 ایول سال 2022 در شهر دمشق پایتخت سوریه با مقام‌های بلندپایه این کشور از جمله با معاون پرزیدنت جمهوری عربی سوریه اوید به مسائل امنیتی رهبر دفتر امنیت ملی کشور جنرال علی مملوک و معاون یکم وزیر کارهای خارجی و مهاجرین جمهوری عربی سوریه بشر جعفری مسئله به وطن برگردانیدن صدها شهروند تاجیک را از اردوگاه‌های این کشور بررسی کرده بود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 ایول سال 2022 رئیس نوعه ورزاب را برکنار کرده در واحدهای ساختاری وزارت‌های انرژتیک و ذخیره آب، نقلیات، معارف و علم نیز یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله محمدالله شیرعلیزاده به سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه رئیس نوعه ورزاب آزاد گردیده، شریف خان سفرزاده که تا امروز در وظیفه معاون یکم رئیس نوعه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فعالیت داشت رئیس نوعه ورزاب تعیین گردید. درباره به کدام کار دیگر گذشتن شیرعلیزاده چیزی گفته نشده است. همچنین با قرارهای حکومت سراجزاده شجاعت خیرالله از وظیفه معاون وزیر نقلیات، زمانزاده مدمون امیرخان از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه بخطری انشاءات‌های گیدروتکنیکی، خواجه‌زاده عبدالاحد از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه رشد چارواداری و چراگاه، یوسفزاده گلزارخان امیرشاه از وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوروغ و قانونزاده شادگل خدابخش از وظیفه دیرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت خوروغ آزاد کرده شدند. همین طور با قرارهای حکومت نعمتزاده فاروق نعمت معاون وزیر نقلیات، غفورزاده تقوی مراد سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه بخطری انشاءات گیدروتکنیکی، میرزا علیزاده بهرام دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه رشد چارواداری و چراگاه‌ها، طاهرزاده قابل طاهر معاون دیرکتور اگنتی تأمینات اموال مخصوص، کاملبک امید یاربک رکتور دانشگاه دولتی خوروغ به نام موینشاه نظرشایف و بای نظرزاده مولوده دیرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت خوروغ
تعیین کرده شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت امامعلی رحمان ضمن صحبت با کادرها تاکید کرده است که در فعالیت خدمتی دولتی جدی، صافدلانه و باعث بلند مسئولیت مناسبت نموده منفعت‌های دولت و ملت را از دیگر منفعت‌ها بالا گذارند تا در جامعه نمونه عبرت باشند. این فاجعه روز 24 یولی سال 2022 در دهه سنگپر جماعت دهات زیرکی شهر کولوب رخ داده است. یک مرد و 4 کودک می‌خواستند خاک تپه را کنده برای خرگوشان لانه سازند، ولی به ناگاه کوپاره بالای آنها چپه شده است و همه این 5 نفر زیر بار خاک مانده در جای حادثه به طور فاجعه‌ای جان دادند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، ساکنان محلی دست جمعی 5 جسد را از زیر خاک بیرون آورده به بیمارخانه یوری تاجیلی شهر کولوب انتقال دادند. از این قربانیان تنها یک نفر مرد بالغ بوده 45 سال داشته است. باقی مانده نابالغان بودند که 12, 10, 9 و 6 سال داشتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به والدان و نزدیکان قربان شدگان عرض تسلیت کرده از ساکنان خواسته است از انجام چنین کارهای خطرناک که پیامدهای ناخوب و ناخوش دارند خودداری کنند و به هیچ صورت به چنین کارهای خطرناک کودکان را جلب نکنند. اداره پایگاه خبری بامداد نیز به نزدیکان و قربانیان این فاجعه تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند برای قربانیان آخرت آباد و به بازماندگان آنها صبر جمیل می‌طلبد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 25 یولی سال 2022 از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده شدن پرونده 2 کارمند MBTI و کمیته زمین نویه دوستی خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی گفت دوران میرزاخان در وظیفه متخصص پیشبر صوبه زمینساز به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در نویه دوستی کار کرده. در اساس مصلحت پیشکی با متخصص شرطنامه‌ای کمیته زمین نویه مذکور دولتوف امید در حالت زیرین دست به صادر نمودن جنایت قلابی زدند. چنانچه نامبردگان با سوء استفاده از مقام خدمتی با مقصد تصرف مال و ملک غیر و به دست آوردن مبلغ مفت برای جدا کردن و اوجدگذاری نمودن قطعه زمین نزد ابلگی از شهروندان در یک چند حالت به مبلغ 3500 سامانی طلب کرده گرفته به منفعت آنها یگان عمل معینی را اجرا نکرده به شهروندان ضرر مادی کلان رسانیدند. نسبت به دوران میرزاخان و دولتوف امید بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده بود. به آنها بر اساس قسم 3 ماده 247 همچون جزا جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای اصابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال تهدید میکند. فروش قطعه زمین برای ساختمان خانه و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های از همه فسادزده تبدیل یافته است. هر سال در تاجیکستان ده‌ها منصبدار را هنگام گرفتن پوره در عوض وعده جدا کردن قطعه زمین به شهروندان دستگیر میکنند، ولی تجربه سعودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر مواردها با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که صبح 25 ایول سال روان در دایره مکانیزم کوواکس به مقدار 204750 وایه واکسن فایزر استحصال ایالات متحده آمریکا وارد کرده شد. گفته می شود واکسینه های وارد شده در انبار مخصوص نگاه داشته می شوند. وزارت تفصیلات دیگر نداده است. این هم معلوم نیست که واکسینه های نوبتی کمک کدام کشور به تاجیکستان است. به تاجیکستان تا امروز در عموم بیش از 15 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس وارد کرده شده است. همه این واکسینه ها را تاجیکستان از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده است. برنامه کوواکس از جانب سازمان های جهانی تندرستی و سازمان های دیگر خیریه با مقصد تامین دسترسی عادلانه کشورهای دارای و نادار با واکسینه های ضد کرونا ویروس تأسیس یافته است و تاجیکستان تا کنون واکسینه های ضد کرونا ویروس را توسط این سازمان به صورت رایگان دریافت کرده است. در جمهوری تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس برای نزدیک 6 میلیون اهالی سنشان از 18 بالا حتمی اعلان شده. از ماه ینور سال 2022 امگذرانی به وایه سیوم واکسن ضد سرایتی کووید 19 در بین اهالی گذرانیده شد. وزارت تندرستی گفت تا دوم ایول سال 2022 وایه اولی واکسن به 5,263,527 نفر یا 94%، وایه دوم به 5,158,348 نفر یا 92% و وایه سیوم به 4,104,000 نفر یا 73% اهالی کشور
گذرانیده شدند. واکسن ضد کرونا ویروس به شهروندان تاجیکستان رایگان گذرانیده می شود. در تاجیکستان باز یک مکتب عالی به نام دانشکده صنعت و خدمت رسانی به فعالیت آغاز کرد. این دانشکده در پایان ماه ایون سال جاری در زمینه کالج تکنیکی شهر خوجند ارزی اصلی کرده قرارگاه اساسیش در خوجند جایگیر شده است. دانشکده صنعت و خدمت رسانی 25 یولی سال 2022 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که علاقه به قبول داوطلبان از روی 13 اختصاص جوابگو به طلبات زمان معاصر در کلاسترهای 1، 2 و 5 آغاز کرده است. حالا در تاجیکستان بیش از 30 مکتب عالی فعالیت دارند. در این دانشکده و دانشگاه‌ها حدود 60,000 دانشجو تحصیل می‌کند. تقریباً 30,000 دانشجوی دیگر تاجیک در مکتب‌های عالی خارج از جمله حدود 26,000ش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های روسیه تحصیل می‌کند. بزرگترین مکتب عالی تاجیکستان دانشگاه ملی است که 22,000 دانشجو دارد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 24 ایول سال 2022 تقریباً ساعت 18:50 هیئت دیدبانی عبارت از کارمندان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه هنگام نوبرداری در ساحل کانال دریواسیونی واقع در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شاهد غرق شدن یک مرد کلانسال شدند. سرمتخصص ریاست جنیدالله علیزاده خود را به او پرتافته به کمک آن مرد شتافت. بنا به نقل جنیدالله وقتی که او به نزد آن مرد رسید آن نفر الکی زیر آب میرفت. مرد را از آب بیرون برآورده به وی کمک اولیه طبی رسانیدند. معلوم شد که او ساکن 51 ساله نوحه دنگره بوده همراه 3 دوستش برای استراحت به کانال آمده و در یک موضع برای آببازی ممنوع آببازی میکردند. از اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان الکی بیش از 110 نفر از جمله نزدیک 60 نابالغ غرق شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به این دلیل بار دیگر از ساکنان خواسته است که هنگام استراحت در لب آب قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کرده در مکان‌های ممنوع آببازی نکنند. به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 ناحیه فردوسی با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2020 مرد 28 ساله ساکن پایتخت و مرد 34 ساله ساکن ناحیه رودکی با راه فریب به باوریش درآمده از او یک عدد کران منوروی را به مبلغ $70,000 آمریکایی نرخ گذاری کرده گرفته $20,000 آمریکایی را پرداخت نموده باقی مانده‌اش را تا حال ندادند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 18 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 21:39 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا یک مقدار جواهرات طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 36,500 سامانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیس مرد 32 ساله ساکن ناحیه تیمور ملک همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 25 ایول بر اثر برخورد 2 ماشین مرسدس در حدود دهه رباط جماعت انزاب ناحیه عینی در شورای دوشنبه خوجند 3 نفر به هلاکت رسیده 4 تن دیگر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 24 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 14:30 راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دولت مرادزاده محمد اکرام سال تولدش 1998 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود دهه رباط جماعت دیهات انزاب ناحیه عینی از عهده اداره نمودن افت-ماشین نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به افت-ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره سفاروف ابوبکر عبدوغنیویچ سال تولدش 1982 ساکن شهر پنجکند برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دوم سفاروف و مسافرش ایداروف دلشاد سنگلیویچ سال تولدش 1975 ساکن شهر پنجکند جراحت وزنی برداشتند و در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دیگر عمروف عبدوواسط سال تولدش 1999 ساکن شهر ایسار از جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. این چنین راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دولت مرادزاده و مسافرانش عمروف عبدالرؤوف سال تولدش 2000 حلیموف محمد موسی سال تولدش 2004 حلیموف ذکری الله سال تولدش 2005 ساکنان شهر ایسار
جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هفته گذشته در دو صدمه دیگر در حدود نویه عینی 6 نفر به هلاکت رسیده بودند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخله که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده، 509 نفر جراحت برداشتند. ده ها تن از قربانیان صدمه ها را در کشور نابالغان تشکیل می دهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.